بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام، پروردگار من این ماه مبارک رمضان، روزی سعید جمعه و این همه نورهای بالای نور برای همه ما و شما و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان و دوستان و امت اسلامی و برکت بگرداند و پروردگار همه ما و شما را همیشه در کارهای خیر و عبادتی خودش و موضوع مادر است در خدمت پدر و مادر همیشه کامیاب و موفق بگرداند. در زندگی دو کاری هست که انسان هرگز پشیمان نمی شود و همیشه تا آخر عمر از اون برکت می یابد و عزت و سعادت دنیا و آخرت را به دست می آورد است. یکی عبادت پروردگار، دیگری خدمت پدر و مادر. هیچ انسانی وجود ندارد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اگر خدمت پدر و مادر کرده باشد پشیمان باشد. هیچ ممکن نیست. حتی غیر مسلمان هم اگر پدر و مادرش را احترام کند، پروردگار در عوض خدمت‌های و پدر و مادر غیر مسلمان هم برکت می‌دهد، قدر می‌کند. در مجموع حالا ببینیم این همه از طرف پروردگار این خیر و برکت به خاطر چیست؟ به خاطر قدردانی نان و نمک. مسلمان را دائم تاکید میکند که هرگز نمکدان شکن نباش. قدر نان و نمک را بدان، چه پدر باشد، چه مادر باشد، چه برادر باشد، چه عمک باشد، چه خویش و تبار و دور و نزدیک باشد، چه رفیق و دوست باشد، هرگز اون نمک را به قدری نکن. همیشه اون نمک را قدر کن و نمکدان شکن یا قبیحتر هم شود، بعضی میگن در نمکدان کسی توف مکن، چرا که این خوری و ذلیلی و نحسی و کسرتی و کثافتی و بی‌براری و ناکامی ها بالای هر انسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، خصوصا مسلمان میارد. مسلمان باید همیشه قدر کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر و من لم یشکر الناس لم یشکر الله. یعنی کسی که کم را شکر نکند زیاد را شکر نمیکند. کسی کم را شکر نکند به اون زیاد نمیرسد، کم میماند. و من لم یشکر الناس لم یشکر الله. و کسی که در عوض آدم و آدمگری و مهنت و زحمت و یاردم و دستگیری کسی تشکر و منتدار نشود، شکرگو نباشد، مثل این که نعمتهای پروردگار را شکر نکرده است. کسی برایت کمک میکند نگو فلانی کمکم کرد، بگو پروردگارم کمکم کرد. اگر پروردگار در قلب اون این فکر کمکی تو را اگر جای نکند، حتی فرزندت به دادت نمیرسد، پروایت نمیکند. حالا انسانی از کسی کمک گرفت بگوید که تشکر بگوید به اون انسان، پروردگار را شکرانه که در دل این بنده مؤمنت انداختی که به من کمک کرد. به بنده مؤمن تشکر و ندارگی از این انسان و شکر به پروردگار که پروردگار را شکرانه که حالا در دل این انداختی که به من کمک کرد. و انسانی که کمک میکند، حالا اینه که کمک میگیرد، باید چنین بگوید که رحمت تشکر، اصلا دستی کم نبینید، خدا خیر برکت زیادتون تیاد. نوابسته از اون کمکی که خود زیاد باشد خود کم باشد، بنده مومن باید شکرگزار باشد. حالا اونه که کمک میکند اون هم باید نگوید که من فلانی رو کمک کردم. حالا اونه که همیشه به زبان میارن نیکی های کردگی اشون رو، هیچ آسودگی از همون نیکی هایشان نمیبینن. میبینیم گروهی از آدمان رو که فلانی نامردم، ایقا کردم اوتا کردم، دایم شکایت، پشیمان از کاری کردگیش و خلاصه کارش این است که برکت ندارد، هیچ برایش برکتی نمیآید. اگر نیکی کردگیش برکت می آورد شکایت نمیکرد. چرا برکت ندارد؟ کمک های کردگیش، نیکی های کردگیش برایش هیچ برکتی ندارد، به خاطری که منت میکنه.
هر انسانی که کمک کرد و منت کرد اون به باد رفت، هیچ چیز شد. خو زکات باشد، خو فطر روزه باشد، خو قربانیش باشد، خو دستگیری الوگی احسان و صدقاتش باشد، خو کدام دانشجوی رو کمک کند. بعد 100 بار در روی اون دانشجو بکشد که تو نومد تعمونی نبودی که من سالانه مبلغای خونیش و درسیت رو من میدادم، این میکردم اون میکردم. یک دوست رو به یک دشمن تبدیل میدید با منت کردنش. عیناً به پروردگار هم همین است. وقتی کمک میکند، منت میکند، پروردگار میگوید من بیزارم از این دستگیریت، از این احسانیت، من بیزارم. حتی فردا روز قیامت همین انسان دعوا میکند که پروردگارو من این کردم، اون کردم، چنین کردم، چنان کردم، اجرش کجاست؟ پروردگار در روز قیامت، در اون روزی سختی برایش میگوید که تو برای کی کردی؟ برای کسی کرده بودی، برو از همون بگیر. اونایی که برای من کردن من میدیهمشون. اونایی که برای من کردن، چه عبادتشان باشد، چه زکات، همه عبادتهایش، چه عبارت از نیکی و دیگر همه ایو من میدیهم بر زیاد. خصوصا در ماه مبارک رمضان از 10 تا 800 تو زیاد اجر میدهد پروردگار هر نیکی که انسان به خاطر خدا میکند. حتی همین سجده‌ای که در نماز میکنید، حالا هر سنت در ماه مبارک رمضان برابر فرض هست، فرض و هر فرضی در ماه مبارک رمضان برابر 70 فرض بیرون رمضان است. یک جمعه خوندید مثل اینکه 70 جمعه خوندید. یک نماز عصر خوندید در ماه مبارک رمضان، خصوصا اگر با جماعت خوندید، حالا 27 درجه دارد. شما ضرب بزنید این 70 رو با چیز 27 چند هزار. این رحمت الهی است. برای همین بنده مومن باید که همیشه شکرگزار باشد. من لم یشکر الناس لم یشکر الله و من لم یشکر الله، یعنی کسی که کم رو شکر نگوید به زیاد نمیرسد، و کسی که در عوضی کمک و یاردمی برادری که برایش کمک میکند منت دار نشود، دعا نگوید، دعای خیر و برکت نگوید و تشکر به اون انسان احسان کننده نگوید، مثل این که نعمتهای الهی را شکر نگفته است. مومن بسو یعنی با اندک و با کم و با زیاد و با هیچی. امت اسلامی به ما چی داده است که ما همیشه میگیم که اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. همه این امت اسلامی به ما چیزی داده است که ما در حق اینو دعا میکنیم. نه، مؤمن باید شکرگزار باشد، مؤمن باید خیرخواه باشد. حالا میگم پروردگارا من را رحمت و مغفرت کن، پدر و مادرم را رحمت و مغفرت کن، تمامی مؤمنین چه مرد باشند چه زن باشند رحمت و مغفرت کن، تمامی مسلمانان چه مرد باشند چه زن باشند رحمت و مغفرت کن، چه حیات باشند چه گذشته باشند. الاحیاء منهم والاموات، یا میت باشند گذشتند. در حق همه اینا برای شما هر نماز دعا میکنیم. برای که مومن باید خیرخواه باشد، مومن باید همیشه شکرگزار باشد، مومن همیشه باید منفعتش به دیگران برسد نه ضررش. اون مومنه که در اون طرف دنیا هست من میشناسم نه، لیکن در حقش دعا میکنم، چرا که وظیفه ایمانی مسلمانی من هست و هر یک کدوم ما و شما هست که باید دعا کنیم در حق برادران مؤمن خود، در حق برادران مسلمان خود، خصوصا در این ماه مبارک رمضان. هر که جای یک بنده مؤمن مسلمان در عذاب و شکنجه و رنج و درد و غم هست دعا کنی. نزد دانشمند اسلام نفر آمد گفت استاد دختری دارم به بایه رسیده است، چند سال است که باید شوهرش بدهم، هیچ نفر مناسبی نمی آید، دعا کنید که پروردگار یک شوهر مناسب به دخترم نصیب کند که بختش رو بینم، خندهش رو بینم، زندگی خوبش رو ببینم تا اینکه رنج نکشم. اون استاد گفت که امک بچه ها و اکا و دودرها داری؟ گفت دارم. گفت اونا دختر دارن؟ گفت دارم. گفت برو شب
دل شب رکعت نماز بخون، بگو پروردگارا دختری فلانی 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 رو بخت سعادت، شوهرای صالح، شوهرای مناسب، شوهرای نیک، فرزندانی نیک، فرزندانی صالح نصیب روزیشان بگردم. او دختری خودم نبیام. گفت نه. دانشمند اسلام گفت اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. میخوای سعادت ابدی که همیشه کامیاب و موفق باشی، برای کامیابی و سعادت دیگران چی دعا باشد، چی سعی و تلاش باشد، چی مهنت و زحمت باشد، برای سعادت دیگران کوشش کن، پروردگار آن همون سعادتت رو میدهد. رفت مدت یه هفته هر شب میخیز میگو پروردگار دختری فلانی دختری فلانی دختری فلانی رو بخت و سعادت شوهرای مناسب و صالح و دیگر عطا فرما. نامی دختری خودش نمیگرفت. هفته یک هفته بعد اومد پیش استاد، گفت استاد الحمدلله الحمدلله الحمدلله. ها گفت چی شد؟ گفت که خیلی یک مرد صالحه که آرزویش داشتم اومد از خواستگاری برای دخترم، حالا بیاد که دعای فاتحهشون بدهید که بخت بیابم، فرزندانی نیک بیابم. همین است برادران اهل اسلام. میخواهید که فرزندانتون احترامتون کند، پدر مادران رو احترام کنید. میخواهید که زیر پا نشوید، خور و ذلیل و سرسان و سرگردان و بسایب خونه ها نگردید، پدر مادر رو احتیاط کنید، احترام کنید، خدمت کنید. در همین صورت، در همین شکل، در همین رفتار خداوند عزوجل بالای چشم و دیده فرزندانتون نگاهتون می‌دارد. اگر خداوند نگاه بدارد، آن دشمن جانت که در قصد کشتنت است و مردنش در خدمتت میگذارد، خدمتت میکند. اگر خدا نگاه ندارد، همین جگرگوشه عزیز زیر پایت میکند، دشمن جانت میشود. همیشه خیرخواه باشید، چی با نیت، چی با دعا، چی با عمل، کارهای نیک انجام بدهیم. هیچ نکوکاری رو پروردگار خور نمیکند. هیچ انسان خیرخواه رو پروردگار ذلیل خور ناکام نمیکند. هیچ ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ وقتی پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار هر چی که گفت میکند. انسان ها حسن وعده خلاف میکنند. پروردگار وعده خلاف نیست. دعا کنید. پروردگار امروز جمعه و همه روز و همه وقت این ماه مبارک رمضان، پروردگار ماه مبارک رمضان رو با تمام شرافت و کرامت و بزرگی و عظمتش نصیب روزیمان بگردان. همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک و برکت بگردان. پروردگار همه ما را روزی خدمت و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب روزی بگردان. همه ما را روزی والدین نصیب روزی بگردان که در روزی والدین روزی خدمت است. همه ما را در تربیت فرزندان و اهل و خانواده کامیاب و موفقمان بگردان و کشور ما را همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام فتنه و زیان و ضرر و خطر را دور کن. فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. کشور ملت و تمام شخصان خیرخواهی کشور اسلام و مسلمین، خصوصا همه این حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. خصوصا همه اون صاحب کارهایی که برای پیشرفت مسجدها، خصوصا این مسجد و مرکز که مدتی از تعمیر رفته ایستاده است، چی استوها چی مبلغ گذارا، همگی را پروردگار در عوض این همه مهنت و مبلغهایشان عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب و روزی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.